سرخط خبرها. درخواست سروزیر طالبان از کشورهای اسلامی در شناخت حکومت ما پیش قدم باشد. پخش عکس‌های منیژه در لوحه تبلیغاتی نیویورک بحث برانگیز شده است و پیشوای قزاقستان را از منصب‌های یک عمره برکنار کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. شروع میکنیم از یک خبر فوری. چند لحظه پیش جلسه وسیع حکومت تاجیکستان آغاز شده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در یک خبرنامه گفت در مجلس وسیع حکومت نشان دهنده های رشد اقتصادی اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری می شود و وظیفه های اساسی برای سال 2022 معین کرده می شوند. درباره نتیجه های جلسه حکومت دوام روز به شما خبر می دهیم. گروه طالبان از کشورهای اسلامی خواستند برای به رسمیت شناختن حکومتشان پیش قدم باشند. این گروه 5 ماه است که قدرت را در افغانستان در دست دارد، اما تا حال هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. رهبران حکومت طالبان روز گذشته در نخستین همایش اقتصادی خود به نمایندگان بعضی کشورها و سازمانها گفتند شرایط به رسمیت شناخته شدن را فراهم کردند. محمد حسن آخوند نخست وزیر طالبان خواستار آزاد کردن دارایی‌های افغانستان شد. آخوند گفت نباید جهان مردم افغانستان را با جاری کردن تحریم ها تنبیه کند. الحمدلله فضا برای سرمایه گذاری بسیار مساعد است. وقتی ما به شرکت های جهانی پیشنهاد میکنیم که بیایید در افغانستان سرمایه گذاری کنید، ولی متاسفانه آنها بهانه میکنند که این دولت به رسمیت شناخته نشده است و ما نمیتوانیم سرمایه گذاری کنیم. من این سوال را میپرسم، آیا شرایطی را برای به رسمیت شناختن یک نظام وجود دارد؟ تکمیل نکرده‌ایم، گفت نخست وزیر حکومت طالبان. گروه طالبان روز 15 آگوست سال گذشته کابل را تصرف کرد و 2 هفته بعد حکومت خود را اعلان کرد، ولی با دلیل در روی خط سیاه سازمان ملل جای داشتن چندین اعضای حکومت طالبان و هم فراگیر نبودن این حکومت، تا حال هیچ کشور دنیا حاضر نشده است طالبان را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت بشناسد. پخش عکس‌های منیژه سنگین آوازخوان شناخته تاجیک مقیم روسیه در لوحه تبلیغاتی در نیویورک در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را برانگیخت. منیژه را چهره برنامه بین‌المللی دستگیری زنان در ساحه موسیقی اکوئل انتخاب کردند و به این خاطر عکس او در لوحه تبلیغاتی تایم اسکوئر نیویورک پیدا شد. ولی نیم عریان یا کشاده بودن لباس‌های منیژه بحث‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. برخی نوشتند طرز لباسپوشی منیژه زیبنده به فرهنگ تاجیکی نبود و آوازخوان نباید همچون دختر تاجیک چون لباس به بر میکرد، ولی برخی دیگر از کاربران نوشتند لباس پوشی کار شخصی هر نفر است و منیژه هم حق دارد هر نمود که لباسی را که خواهد به بر کند. منیژه سنگین آوازخوان زاده تاجیکستان مقیم روسیه سال گذشته روسیه را در آزمون یورویدنیا نمایندگی کرد. منیژه در قطار 10 گانه بهترین شرکت‌داران سبقت وارد شد. بیننده عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید نویسید. در تاجیکستان پیشتر 8 حزب سیاسی موجود بود. بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 معروف به تبادلات حاجی حلیم، حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. همکنون 7 حزب سیاسی عمل میکنند. خبرنگار رادیوی آزادی از ساکنان پرسید که درباره حزب های سیاسی چی میدانند و آنها را چگونه میشناسند. پاسخ ساکنان را همراه میبینیم. ما فقط یک حزب را می‌دانیم، حزب دموکراتی. در مجموع این سوال‌ها برای مردم مهم نیستند. از مردم بیشتر مسائل نرخ و نوا در بازارها و داروخانه‌ها سوال کنید. زیرا پس از سال نو نرخ‌ها تماماً به طور چشم‌رس بالا رفتند. در تاجیکستان چند حزب سیاسی فعالیت می‌برند؟ در تاجیکستان یک چند حزب فعالیت میکنند. این حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب سیاسی ممکن که نه آنقدر زیادتر چی گویم دربارهشون یا میخونیم یا فعال هستن، همین قدر. نه نمیدونم. حزبی که پرزیدنت رهبرش است او را نمیدونه چی نام دارند؟ میدونم. چی نام دارند؟
امامعلی رحمان حزب خلقی دموکراتی. چی بدونه درباره این حزب؟ حزب نومش وقتی به زبان میارم از نومش معلومه که حزب دموکرات چیزی که ما در تلویزیون روز قدم زده استوداستیم یک حزب اینمی سول و ثبات است. یعنی به حزب بخیر میشود. در دولت تنجی و سویشتر ما زندگی کرده استوداستیم. درباره دیگر حزب چی میدونه؟ چند حزب دیگر داره غیر از این؟ بسیار نمودی درباره باید اداش گفتن نمیتونیم. У нас 7 партий в Таджикистане. Так, первая самая у нас партия президента. мо 7 حزب داریم. یکمش از پرزیدنت است که نام دارد حزب خلقی دموکراتی. دیگرش حزب دموکراتی، حزب سوسیال دموکراتی، حزب کمونیستی و حزب اصلاحات اگراری است. اگر خطا نکنم. Реформы аграрные. Просто я не помню точно, как это, сколько у нас получилось. Я в политике не разбираюсь, девушка. راستی از همین زندگی خسته شدیم. باور میکنید یا نه؟ ما زندگی نداریم. ما زنده هستیم و خلاص. وکیلان پارلمان قزاقستان روز 19 ژانویه طرح تغییراتی را قبول کردند که بنا به آن رئیس جمهور پیشین نورسلطان نظربایف 81 ساله از رهبری دائم شورای امنیت و اسامبله خلق‌های قزاقستان برکنار کرده شده است. نظربایف سال 2019 بعد 13 ساله ریاست جمهوری از منصب استعفا داد، اما همچون البسی یا پیشوای ملت رهبری دائم شورای امنیت و اسامبله خلق‌ها ماند. شورای امنیت قزاقستان نهادی کنستیتوسیونی بود از سیاست دولت را در بخش امنیتی ملی و مدافع هماهنگ می‌کند. اسامبله خلق‌های قزاقستان نهادی مشورتی است و در پارلمان 9 نماینده دارد. وکیل قنات نوروف به خبرنگاران گفت تغییرات در جلسه روز 18 ژانویه قبول شده است. این تغییرات به قانون درباره پرزیدنت نخستین یلبسی، انجمن خلق‌ها و شورای امنیت دخل دارد. هر چیز ضرور بود تغییر داده شد، گفت نوروف. همانا تفصیلات اصلاحات به قانون معلوم نیست. لایحه سند را در سامانه پارلمان قزاقستان نشر نکردند. تغییرات اخیر در حال صورت می‌گیرد که قزاقستان در آغاز ماه ژانویه این سال شاهد اعتراض و بی‌نظمی‌های مرگبار بود. اعتراض‌ها در شهر ژنئازن به دلیل بالاروی نرخ گاز مائع سر شده، در الماتا و گوشه‌های دیگر به زد و خورد و خشونت پیچید. نظربایف در جریان تظاهرات و بی‌نظمی‌ها خاموش بود و روز 18 ژانویه با نشر اظهارات ویدیویی که زیاد تحریر خورده است گفت دیگر مسئول شورای امنیت نیست. همزمان هر گونه اختلاف را میان خودش و توقیف رد کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 ژانویه را فرا میگیرد. 20 январи соли 2008 чарха ва ё агрегати нахустини нерӯгоҳи барқи обии Санктуда як бо ширкати Эмомали Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон ва Сергей Наришкин, ноиби сарвазири Русия ба кор дароварда шуд. Ин тарҳро натиҷаи ҳамкориҳои стратегии ду кишвар номиданд. нерӯгоҳ бо иқтидори тавлидотӣ 670 мегаватт соат барқ соли 2021 каме беш аз 42% тавонашро ба кор бурда танҳо бахше аз ниёзҳои сокинони Тоҷикистон ба барқро бароварда мекард. 20 январи соли 2018 бо як қарори ҳукумат исми шаҳри Қурғонтепа, маркази маъмурии вилояти Хатлон воқеъ дар ҷануби Тоҷикистон ба Бухтар иваз шуд. Бухтар дар соҳилҳои дарёи Вахш ҷойгир буда 100 000 аҳолӣ дорад ва севумин шаҳри бузурги Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. солҳои истиқлолият исмҳои шӯравии шаҳру навоҳии зиёд инчунин кӯчаву хиёбонҳои Тоҷикистон иваз шуд. рӯзҳои 19 ва 20 январи соли 2006 5 сол баъди суқути режими Толибон аввалин ҳунарнамоии овозхони зан дар Афғонистон баргузор шуд. Манижа Давлатова аз Душанбе ба Афғонистон рафта дар шаҳрҳои Кобулу Мазори Шариф 2 консерт дод. ин ҳунарнамоӣ ки бо риояи тадбирҳои сахти амниятӣ ташкил шуд дар ҳаёти сиёсию фарҳангии Афғонистони ҷангзада як ҳодисаи таърихӣ гардид. 15 сол баъдаш ҳукумат дар Афғонистон дубора зери назари Толибон гузашт ки ҳама гуна озодиҳои занонро маҳдуд мекунанд.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم بالا رفته ارزش دلار باشد به تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 148 سامان و 20 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد مثل دیروز به 1130 سامانی برابر است. بیننده گرامی، رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه ما با نشان azade.org پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.